شیعیان یک سری روایت‌هایی رو در کتاب خودشون ساخت و پرداخته کردن و میگن که کردها قومی از جن هستند. یعنی اینها رو در مورد زنان کرد گفتن؟ نه، اینو در درجه اول در مورد همه کردها گفتن و ادعا کردن که پرده ازشون برداشته شده، یعنی اونا جن بودن و دیده نمی‌شدن و بعد از اینکه پرده ازشون برداشته شد میشد اونها رو ببینی. بسیار خوب. ادعایی که مطرح شد از آقای خالد الوصابی، گفتن طبق روایات شیعه و طبق کتب شیعه کردها جن هستن و پرده از اونها برداشته شده و به صورت انسان دیده میشن. حالا استاد روستایی عزیز، آیا همچین روایتی اگر وجود داره واقعا حالا دلالتش چی هست، مقصود از اون روایت چی هست، آیا ما اینها رو قبول داریم، معتبر هست یا خیر؟ و اینکه آیا در کتب مخالفین هم مشابه این وارد شده یا در کتب مخالفین به طور کلی در مورد قومیت‌ها و از جمله قومیت کرد چه مسائلی وجود داره؟ بله، عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای رو که من باید متذکر بشم این هست که اولا اصلا واژه کرد اصلا قبل از که بخوایم ما به روایتی بپردازیم، چون اصلا ما چنین روایاتی رو ضعیف میدانیم، این روایت مرسله و جز اعداد روایت ضعیف به شمار میره. اما عرض کنم اصلا قبل از اینی که ما بخوایم به این مسئله بپردازیم پیرامون واژه کرد باید صحبت بکنیم که اصلا این واژه اختصاص به چه کسانی داشته و چه افرادی هستند. آقای آلوسی یک تعبیر جالبی داره. آلوسی هم از علمای اهل سنت هستش و شخصیت بالاخره کسیه که مورد اعتماد وهابیت. البته ما آلوسی رو وهابی میدانیم و شخصیتی بالاخره خودشونه. خود ایشون میاد از کتاب لغت قاموس مطرح میکنه که اصلا این کرد یا اکرادی که در روایت آمده اصلا کی هستن، چه افرادی هستن. ملاحظه بکنید کتاب روح المعانی آلوسی جلد 26 در صفحه 102 در پایین صفحه میاد یک بحثی رو مطرح میکنه که اصلا آیا این کردها، این اکراد، آیا عرب هستن یا عجم؟ کدومش هست؟ میگه اختلاف وجود داره، بعضی ها میگن از عجم هستن، بعضی ها میگن عرب هستن. بعد میگه ولا نعرف هذا تقسیم، ما اصلا این تقسیم رو نمیشناسیم. انما نعرف جیلا من الناس، میگه ما میشناسیم یک گروهی از مردم رو میشناسیم که چی؟ که یقال لهم اکراد، به اینا میگن اکراد. همین خط اول. من غیر اضافه الی عرب او عجم، حالا نمیگن اینا عربن یا عجم. بعد میگه وللعلماء اختلاف فی کونهم فی الاصل عربا او غیرهم. طبعا علماء اختلاف، بعضی ها میگن لیسوا من العرب، عرب نیست. و قیل منهم، بعضی ها میگن نه خیر اینها عرب هستن. بعد میاد میگه ببینید آقای قاضی شمس الدین احمد ابن محمد خلکان در ترجمه محلب ابن ابی الصفران این گونه آمده نقل کرده به نقل از صاحب الاستیعاب در کتابی که داره به نام القصد والامم فی انساب العرب والعجم. در این کتاب آمده که ان الاکراد من نسل عمرو، میگه از نسل یک فردی به نام عمرن و طایفهشون رو بیان میکنه و میگه اینها اصلا عرب بودن اما انهم وقعوا الى ارض العجم، اینا در سرزمین عجم ها آمدن فتناسلوا بها و کثر ولدهم، اینا تولد نسل کردن و اولادشون زیاد شد. فسموا الاکراد، نام اینها شد اکراد. اینها به اکراد نامگذاری شدن، فسموا الاکراد. بعد میاد یک شعری هم میخونه که لعمرک مل اکراد ابناء فارس، میگه اصلا اینها فرزندان فارس نیستن، اینها اصلا جزء به قول معروف ایرانی ها به حساب نمیان. لکنه کرد ابن عمرو ابن عامر، اینا از نسل این فرد هستن. انتها. بعد میاد به کتاب قاموس المحیط اشاره میکنیم و فی القاموس الکرد به زم، یعنی کرد و کرد، نه کرد به زمه بخون، کاف رو مضموم بخوان. جیل من الناس، گروهی از مردم هستن معروفون. والجمع اکراد جدهم کرد ابن عمرو، درست شد؟ میگه جدشون هم این آقا هست.
بعد میگه نسبشون هم به آقای عامر میرسه، کرد ابن عمرو مزیقی یا ابن عامر ما السما. انتها میگه و عامر هذا من العرب بلا شبهه. اصلا این عامر که جد اصلی این هاست از عرب هست بلا شبهه. بنابراین یک نکته ای رو که حائز اهمیت در اینجا، البته فقط صاحب قاموس هم نگفته، در کتاب‌های لغت دیگر هم بعضاً به چشم میخوره، اما من بنابر اختصار دارم در اینجا. و اون این هست که آقا اصلا یک جمعی از اعرابی بودن که اصلا فارس نیستن، اما در حالی که کرد زبان‌های عزیزی که ما میشناسیم در ایران اسلامی، یا حالا بعضیشون که حالا رفتن در کردستان عراق، اینا اصلا عرب نیستن. اصلا کردی یک زبانه. این کردی که ما میشناسیم صاحب زبان، صاحب ادبیات، صاحب قلم، صاحب دیوان اشعاره. این کرد با کرد عرب خیلی فرق میکنه. یعنی ما اگر این روایت رو حتی قبول هم بکنیم، ناظر به یک قوم خاصی از اعراب در اون زمان بود. بله در اون زمان که اون هم آقا رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله، ایشان اینها رو یک افرادی بودن که اون تعالیم الهی پیامبر رو نپذیرفتن، یک عده خاص بودن. در کتب شیعه سنی هم پیرامونشون بحث شده و اونا معروف بودن به اکراد و اومدن در سرزمین فارس. اما این کردی که ما میگیم، اینا زبان دارن، ادبیات دارن، اصلا از زمین تا آسمون با اونا فرق میکنن. غیر از اونه، اون یک طایفه خاص بود، عرب هم بود، زبانش هم عرب بود. اما این فردی که امروزه ما به عنوان کرد میشناسیم، حالا چه کردای عزیز ایران اسلامی باشن، چه کردای کردستان عراق باشن یا جاهای دیگه، اینها اصلا زبان کردی دارن، ادبیات کردی دارن، صاحب بسیار مردمان خوش‌ذوق و خوش‌قلمی هستن و اشعار زیبایی هم دارن. من بعضا اشعار دیوان‌های کردی رو مطالعه کردم، دیوان‌های کردی رو دیدم، ملاحظه کردم. خیلی کتاب‌های جالبیه، خیلی ادبیات خوبی داره و با این عزیزان خوب نشست و برخاست زیادی داشتیم و داریم. من الان شاید بعضی بینندگان براشون جالب باشه بدونن که من روستایی، استاد شبکه جهانی ولایت، خیلی از دوستان کرد زبان دارم، چه شیعه چه اهل سنت. بسیار نه فقط شیعه، بله. چه شیعه چه اهل سنت. و بعضی از اساتید دانشگاه اهل سنتی که کرد زبان هستن از دوستان صمیمی بنده هستن. این رو بینندگانمون بدونن. البته این به معنای این نیست که ما مثلا اختلاف فکری نداریم، نه آقا، ما ممکنه با یه دوست شیعه هم یک اختلاف سلیقه، یک اختلاف فکری در این زمینه داشته باشم. خب با این به این معنی نیست که من اختلاف عقیدتی با اون دوست اهل سنت هم ندارم، نه. مباحث علمی و عقیدتی به جای خودش، دوستی و رفاقت و نشست و برخاست ما هم به جای خودش. و این کردهایی که ما میشناسیم، این روایت اصلا و ابدا در مورد اونها نیست. اینها مردمانی بسیار صبور، بسیار مهمان نواز و بسیار آدمای خوبی هستن. حالا اختلاف عقیدتی وجود داره، اونها یه بحثیه که اصلا ممکنه دو تا برادر هم با هم یک نظر نداشته باشن تو یک قصه ای. من هیچ وقت آقای شرفی از خاطرم نمیره، چند سال قبل بود، حالا این خاطره رو بد نیست روی آنتن بیان کنم برای بینندگان عزیزمون. چند سال قبل بود، ما یک سفری داشتیم به استان کردستان و خب در تقریبا نزدیکای دهقلان، حدود 45 کیلومتری سنندج، ماشین خراب شد. ماشین دوستمون که ما چند تا طلبه بودیم داشتیم میرفتیم، این ماشین خراب شد. هر کاری کردیم راه نرفت. حالا هوا سرد، خب کردستان هم منطقه بالاخره سردسیره، بله. هوا سرد، زمستون، ماشین خراب شده تو جاده. خب یه عزیز کرد زبانی آمدن و ماشین رو بوکسل کردن بردن در دهقلان، چون تقریبا ما از دهقلان اومده بودیم بیرون به سمت سنندج و دیگه 15 کیلومتر مونده بود به سنندج برسیم. خب دهقلان حدود اینجوری که یادم هست، البته حدود 45 کیلومتر با سنندج فاصله داره. 15 کیلومتر مونده بود که ما برسیم. خب این آقا آمدن و گفتن آقا من آشنایی دارم در دهقلان، برگردیم اونجا ماشین رو ببریم تعمیر بکنید، بعد ان شاءالله میرید مسافرتتون ادامه میدید. باشه. آمدیم در این شهر، ماشین رو گذاشتیم مکانیکی و یک آقایی آمد اونجا. ما خب خیلی ساعت مثلا 4 بعد از ظهر بود، دوستان
نهار نخورده بودن و تقریبا دیگه 4 بعد از ماشین ما خراب شد. تا اونجا وایسادیم و بعد ماشینی پیدا شد اومدیم یه مقداری به غروب باز نزدیکتر شدیم. دوستان نهار نخورده بودن، این مغازه بود، ما رفتیم یه نهاری اونجا بخوریم. پیرمرد خیلی به قول معروف با صفایی بود. حالا اگر زنده است که خدا حفظش کنه، اگر هم از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. یک پیرمرد کرد زبان اهل سنت بود اونجا و این خب حالا توی مغازه‌اش یک مقداری چیزایی میفروخت که برای خوردن مناسب بود. یه قهوه خونه مانندی بود. ما رفتیم اونجا و خدمت ایشون بودیم. یکی از دوستان پای ماشین وایساد، بقیه رفتیم اونجا یه چیزی بخوریم. بعد من موقعی که اومدیم بیرون سمت ماشین، من دیدم پیرمرد مغازه رو بست رفت. خیلی برام عجیب بود که آخه چطور میشه که این آقا مغازه رو ببنده و بره تو این ساعت. بعد یه چند دقیقه دیدم یه آقای جوانی آمد و اصرار که شما باید بری خونه ما. من کی آخه بنده خدا؟ بعد دیدم پسر همون پیرمرده. این پیرمرد مغازه رو بسته بود، رفته بود خونه، به خانواده‌اش دستور داده بود برای ما غذا آماده کرده بود. با اینکه ما ساعت مثلا حدود مثلا 7:30 شب دیگه ماشین آماده شد، راهی هم نبود تا سنندج و اونجا هم ما جایی می‌خواستیم بریم و غذا تدارک دیده شده بود. اما اصرار از این پیرمرد چه مهمان نوازی کرد. ما اونجا وایسادیم، نمازمون هم خوندیم، اون پیرمرد و آقازاده‌ش هم پشت سر ما هم نماز خوندن، غذامون هم خوردیم رفتیم. ما در ایران اسلام با یک چنین افرادی مواجهیم. حالا اهل سنت خب باش، کرده باش، مشکلی ما داریم. خب حالا من لور زبانم، اون کرد زبانه، چه مشکلی پیش میاد؟ یکی هم عرب زبانه، یکی هم ترک زبانه، ما با اینا مشکل نداریم. اون روایتی که وجود داره پیرامون یک طایفه خاصه. بله. و در لغت هم اومده اینا کی بودن؟ از عرب بودن، ربطی به این کردها نداره. این یک مسئله. بله. و ضمن که اصلا اگر قرار باشه تطبیق بدیم به مثلا نژاد خاصی که الان هم هست، اصلا مخالف آیه قرآن هم میشه طبیعتا. قطعاً و یقینا قرآن میفرماید آقا ما شما رو از قبایل مختلف و شعبه های مختلفی خلق کردیم لتعارف، برای که هم رو بشناسید. و اینکه ان اکرمکم عند الله، و در ادامه میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آقا ملاک تقواست، ملاک نژاد و طایفه نیست که در تضاد با قرآن میشه. اگه بخوایم به زبان‌های عزیزمون بخوایم این رو تسری بدیم و بخوایم بگیم آقا نه این مال ایناست، این حرفا چیه؟ اصلا با قرآن در تناقض میشه. بله. و لذا ما این رو نمیپذیریم. و علاوه بر اون نکته‌ای که اینجا باید جناب آقای شرفی بهش بپردازیم، نگاه وهابیت به این عزیزان هست. شما ببینید ما که بیان کردیم، نظر خودمون رو گفتیم پیرامون کردها و نظر به قول معروف لغویون هم گفتیم که کیا هستن. بله. و حتی آلوسی وهابی هم گفته. اما جالب اینجاست نظر بعضی دیگر رو در این زمینه ببینیم، یعنی نظر امثال آقای ابن تیمیه رو در این زمینه ببینیم. شما ببینید این کتاب مجموع الفتاوای آقای ابن تیمیه است. اصلا شما ببینید راجع به کردها چگونه صحبت میکنه. چند تا عبارت داره. مجموع الفتاوا جلد 4 صفحه 482 میگه، یک نکته رو میاد بیان میکنه، میگه و هذا قول غالیه العدویه والاکراد و نحوهم من الضلال. میگه این قول غالیه ادویه هست، خب اون ادویه‌ای که اهل قلوب بودن. بله. و کردها و مانند اینها از گمراهان. نسبت به کردها تعبیر زلال، اهل گمراهی مطرح همه کردها از نظر ابن تیمیه گمراهند. از نظر ابن تیمیه بله این گونه میشه. اما بریم کتاب بعدی رو با هم دیگه ببینیم. من این رو کتاب بعدی رو نمایش میدم، منهاج السنه آقای ابن تیمیه جلد 4. ببینید میاد یک مسئله رو نقل میکنه، بعد میگه کما همان گونه که یحکا عن بعض الجهال من الاکراد، همانطوری که از بعضی از جاهلینی که از اکراد باشن، از کردها باشن، این مسئله نقل شده. اینم باز نسبت جهلم داد، نسبت گمراهی داد، نسبت جهلم داد. خب بریم کتاب بعدی رو ببینیم. ملاحظه بکنین کتاب البدایه و النهایه شاگرد ابن تیمیه آقای ابن کثیر، انتشارات دارالهجر جلد اول صفحه 327. اصلا میاد میگه آقا اونایی که ابراهیمو گذاشتن تو منجنیق تو آتش کرد بودن. عجب. به کجا میرسه؟
میگه ثم وضع ابراهیم علیه السلام فی کفت منجنیق صنعه لهم رجل من اکراد یقال له هیزن. میگه ابراهیم رو در این منجنیق قرار دادن که این منجنیق رو یک فرد کرد ساخته اسمش هیزن بود. یعنی قاتل ابراهیم رو هم میخواد بگه کرد. حالا گرچه حضرت ابراهیم به معجزه الهی آتش براشون گلستان شد، ولی میخواد بگه ببین اینا این گونه بودن. این تعابیری که امثال آقای خالد وصابی چشماشو به روش بسته و نمیخواد ببینه. خب کتاب الفتاوی الکبری خود آقای ابن تیمیه باز یه تعبیر دیگری داره، چاپ دارالکتب العلمیه، میاد یک مسئله رو نقل میکنه در بحث کتاب صداق و نکاح. میاد میگه آقا یه مسئله رو میاد پیرامون مهریه مطرح میکنه، میگه مثل عادت اهل الجفاء، میگه عادت اهل ستم هست مثل اکراد و غیرهم. آقا کردهای ببین نسبت جهل میده، نسبت خلاصه گمراهی میده، نسبت ستمگری هم میده. شاگردش هم که میگه آقا اصلا اون کسی که ابراهیمو منجنیق ساخت که ابراهیم بزنن تو آتش کرد بوده و امثال این حرفا. بعد کتاب فیض القدیر آقای شوکانی رو ببینید. البته اصل فیض القدیر شرح جامع الصغیر، فیض القدیر مال آقای مناوی هست در واقع. فیض القدیر هم گفتم شوکانی اینجا، فیض القدیر مناوی، معذرت میخوام. اینجا ملاحظه بکنین جلد 4. خب بریم صفحه 185 رو ببینیم. میاد نعوذ بالله میگه اینها مثل حیوانن. نعوذ بالله، من جسارت نمی کنم، این چیزی که اینجا نوشته. میگه ولذالک ترى الاکراد والاتراک و اجلاف العرب مع قرب رتبتهم من البهیمه. ببینید یوقرون الشیخ بالتعب. میگه به خاطر همین شما میبینی کردها و ترکها و اجلاف العرب. این جلف معنای بدی میده. بله. ولی انسانای بالاخره پس یه تو این وادی، تو این معنا عرب های پس اینجوری تعبیر میکنه. کل کردها، کل ترکها و عرب های پس با این که مع قرب رتبت من البهیمه. من معذرت میخوام از بینندگان عزیز ترک زبانمون، از بینندگان عزیز کرد زبانمون. میگه اینها رتبهشون به حیوانات نزدیکه، اما با این حال اون بر اساس طبع پیرمرد رو اکرام میکنن. خب این چیزی که اینجا نوشته. خب آقای خالد الوصابی شما چشماتو به روی این باز نمی کنی؟ اینها رو نمی بینی؟ و موارد متعددی جناب آقای شرفی باز داریم که من بخوام خدمت بینندگان عزیزمون نقل بکنم. میاد اصلا آقای ابن تیمیه در مجموع الفتاواش میاد میگه آقا اصلا اینا قائل به تشبیه و تجسیمن، خدا رو جسم میدونن. عجب. ببینید میگه اصناف الاکراد کلهم شافعیه و فیهم من التشبیه و تجسیم ما لا یوجد فی صنف آخر. میگه آقا ببینید در اصناف کردهایی که همشون شافعی هستن به قدری به تشبیه و تجسیم خدا قائلن که صنف دیگری قائل نیست. عجب. خب ما الان کرد زبانهای عزیزمون خیلی شافعی مذهبن، چه در ایران هستن. اینا کجا گفتن خدا جسمه؟ ما از وهابی‌ها سراغ داریم که خدا رو جسم. ببین من با اون عزیز اهل سنت هم اختلاف فکری دارم، اختلاف عقیدتی دارم، اما نمیام اینجوری منسوبش بکنم به تجسیم. این کار ابن تیمیه است، این کار وهابیته که این گونه به کردها توهین میکنن. یا مثلا ملاحظه بکنین میان چی میگن باز در کتاب دیگه، کتابی است به نام العظمة العقیده بین الاشاعره و اهل الحدیث. بله. میاد اینجا در جزء اول صفحه 71 میگه اما الطائفه الاخیره ای الشافعیه المشبهه، میگه این طایفه آخر یعنی شافعی هایی که خدا رو قائل به تشبیه تجسیم خدا هستن. فاتباعها من از شافعیه الاکراد الذین غلب علیهم التشبیه. میگه تابعین شافعی کرد که اینا خدا رو جسم میدونن، قائل به تشبیه و تجسیم هستن. یا اون بحث عرض کردم اون بحث منجنیق رو فقط آقای ابن کثیر نقل نمیکنه،
بلکه در فتاوا از شبکت الاسلامیه که امروزه مطرحه. بله، امروزه اسلام به معروف. بله، سایت اسلام به معروف میاد میگه مورخون گفتن اون کسی که منجنیق ساخت و حضرت ابراهیم رو میخواست در آتش بندازه یک مرد کرد بود. بعد از ابن کثیر و طبری و امثال اینها میاد نقل میکنه چیزی که اسلام به معروف که امروز وهابی‌ها قبولش دارن. یا مثلا در یک مسئله دیگری بخوام خدمت شما نشون بدم، اینجا مثلا ببینید انحرافات القبوریین، یک کتابه، جزء اول صفحه 52. آقا کی نوشته این رو؟ دکتر عبدالعزیز ابن محمد آل عبداللطیف، از کسایی که مورد اعتماد وهابی است. این آقا میاد میگه آقا ببینید یه سیدی رفت پیش کردها، اینا اومدن گفتن این آدم خیلی آدم خوبیه دوستش داریم، کشتنش، امامزادش کردن. عجب. شما ببینید میگه ان الاکراد عظموا شریفا صالحا مر علیهم، آقایون کردها آمدن یک سیدش به قول معروف نیکوکاری رو که از اونجا در یک سفری رد میشد آمدن اینو بزرگش داشتن، گفتن این آدم خیلی خوبیه و لحبهم فی، و به خاطر علاقه‌ای که به او داشتن ارادوا قتله، خواستن بکشنش. چرا؟ برای اینکه لیبنوا علیه قبة یتوسلون بها، یک قبه بر روی قبر این بسازن و بهش توسل بکنن. ببین جواب علمی برای علمای اهل سنت کرد که قائل به توسلن ندارن آقایون وهابی. مرد نیستن با علمای اهل سنت کردی که قائل به توسلن بحث بکنن، نمیتونن علمی جواب علمای اهل سنت رو بدن. میان چی میگن؟ میان مسخره میکنن، میگن اینا می‌خواستن اون سیدو بکشن، امامزاده‌اش بکنن، بهش توسل بکنن. دقت بکنید چقدر من باید سخیف فکر بکنه که بخواد این گونه مثلا در مورد یک کسی که باش مخالفه حرف بزنه. آقا انسان با هر کسی ممکنه مخالفت‌های فکری و عقیدتی داشته باشه، اما نباید اینجوری دیگه متهم بکنی طرف رو. آقا تو مردی، این عالم اهل سنت آمده قائل به توسل شده، مردی به جوابشو بده، علمی بیا حرف بزن. اما اینکه شما با اون مخالفی یه بار بیای بگی آقا خدا رو جسم میدونه، یه بار بگی سید می‌خواستن بکشن امامزاده‌اش بکنن، یه بار بگی گمراهه، یه بار بگی جاهله، خب اینا ادبیات اهل علم نیست. لذا جناب آقای شرفی عزیز، چرا شاید این سوال برای شما یا بینندگان عزیزمون به وجود بیاد که چرا اینها انقدر با کردها مشکل دارن؟ بله، اصلا من الان این متن رو هم که شما قرائت فرمودید یاد کشت و کشتارهایی افتادم که از کردها صورت گرفته، از کردهای عزیز به دست وهابیت و با دستور وهابیت. بله، شما ببینید زن و بچه کرد رو بهش رحم نمی‌کنن. بله، کار به جایی رسیده که زن کرد زبان اسلحه دست میگیره علیه این نانجیب ها، چون میدونه اینا دین ندارن، اینا یه مش جهاد و نکاحی هن، دین ندارن، میان حمله میکنن، مجبور اون زن کرد دفاع بکنه با اسلحه. کار به اینجا میرسه. خب چرا اینا با کردها انقدر مشکل دارن؟ چرا اینا دستور میدن کردها رو میکشن؟ چرا کمک نمیکنن؟ علتش یک چیزه. ببینید علمای کرد زبان، چند وقت پیش ما یک کلیپی از شبکه جهانی ولایت پخش کردیم، دستور دادن که کتاب‌های ابن تیمیه رو باید سوزوند. بله. چرا؟ چون منبع تکفیره، منبع تفرقه است، منبع خشونته، منبع اسلام هراسیه. این کتاب ابن تیمیه اینه. شما از کتاب ابن تیمیه چی در میاری؟ آیا اون چهره رحمت اسلام از کتاب ابن تیمیه به دست میاد؟ آیا اون چهره عطوفت پیامبر رو ابن تیمیه به نمایش میگذاره یا نه؟ نعوذ بالله یک موجود خشن نمیدونم خلاصه جلاد نشون میده. خلبان اردنی تو خاطره ها ثبت شد که او رو خواستن بکشن. لحظه ای که میخواد آتیش بزنه میگه قال شیخنا ابن تیمیه، عبارت از ابن تیمیه میخونن، از اون کتاب الفروع که مال شاگردان ابن تیمیه است، عبارت از اون میخونه که اونجا اون گفته شیخنا، و بعد به آتش میکشه یک انسان رو زنده. یعنی چی؟ اینا کجای دلمون این حرفا رو بذاریم؟ خب یک عالم اهل سنت کرد غیرت به خرج میده، نه فقط یک عالم، علمای اهل سنت کرد میگن آقا کتاب ابن تیمیه جماعت باید سوزوند، چون منبع تکفیره، منبع آتشه، منبع خشم، منبع اونم خشم غیر مقدس. ببینید یه زمانی یک خشم به خاطر خداست میشه خشم مقدس.
کما که در آیات شریف قرآن کریم ما اینها رو داریم. اما یک زمانی یک خشمی از یک جایی صادر میشه که میبینیم جز تنفر و اسلام هراسی و دشمنی با اسلام چیزی نیست. خب علمای اهل سنت اومدن دیدند که کتاب‌های ابن تیمیه منبع چنین چیزهایی است. لذا گفتم باید سوزونده بشه. خب اینا میان در سایت اسلام وی و امثال هم اینجوری موضع میگیرن نسبت به کردها. علمای اهل سنت اومدن مقابله کردن. مثلا عبدالعزیز ماموستا عبدالعزیز هرتلی، خب کیه این آقا؟ این آقا از علمای اهل سنت است که کتاب می‌نویسه وهابی و خوارج را بهتر بشناسیم. همچین اسمی کتابشون داره، من کتابشون رو دارم. خب یک عالم اهل سنت کرد زبانه میاد میگه آقا این وهابی خوارجه، روی کتابش اینو می‌نویسه. خب اینو بهشون بر میخوره، مقابله میکنن. آقای نمیدونم نبهانی مگه این عالم اهل سنت کرد نبود؟ مقابل وهابی وایساد. بله. من عبارت دیدم جناب حالا یادم نمیاد جناب موسی بهمنی اومده بودن اینجا، یا جناب موسی راستی بودن، یا جناب موسی ایلبیگی بودن، یا کدومی که از عزیزان اهل سنت کرد زمان بودن که اون عبارت من نشون دادم. گمان میکنم زمانی بود که ما برنامه 20م سراب وهابیت بود و جناب موسی بهمنی آمده بودن اینجا. خرداد ماه سال 91 بود، اینجوری یادم میاد اون حدودا که من عبارت رو نشون دادم که آقایون وهابی از آقای زینی دهلان شافعی و از آقای نبهانی که از علمای شافعی مذهب هستن، این از علمای شافعی هستن، از این دو نفر به عنوان شیطان نام برده بودن. فرق براش نمیکنه، میخواد کرد باشه، میخواد عرب باشه، هر کی باشه، همین که مخالف وهابیت. حالا کرد باشه میاد اینجوری در موردش قضاوت میکنه، عرب باشه اونجوری در موردش قضاوت میکنه، براش فرق نمیکنه. میخواد آقای عبدالعزیز هرتلی باشه یا هر کسی دیگه باشه. بله. لذا ببینید این آقای خالد الوصاوی قبل از که بخواد به شیعه و یا حتی به اهل سنت شبهه کنه، باید اول به خودش شبهه بکنه، خودش چشمشو باز کنه، اینها رو ببینه، بعد نهید بگه شیعیان جعل میکنه. چیه جعل میکنه؟ شیعه رو قبول نداره. در خدمت شما هست. بسیار عالی. و حالا جالب که فقط یک مورد از این کشت و کشتارها و بهتر بگیم قتل عامها به دستور کسی مثل صدام و با عواملی مثل منافقین بود که خب میدونید دیگه امثال آقای ملازاده صدام ملعون رو و صدام خبیث رو شهید میدانند. شما ببینید پشت پرده این خباثت ها و این دشمنی ها و نژاد پرستی ها چه کسانی هستند و چه چهره هایی وجود دارند.